12 اکتبر سال 2023 ساعت 11:54 دقیقه به وقت تاجیکستان در شرق این کشور یک زمین لرزه شدتش 4.6 بال رخ داده است. بنا به معلومات پایگاهی که زمین لرزه های در سراسر سیاره را به صورت شبانه روزی پیگیری و ثبت می کند، مرکز زمین لرزه اخیر در 40 کیلومتری جنوب شرق مرغاب، مرکز ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان، در یک منطقه کوهستانی واقع در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان و خطای روی داده، زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده است. درباره کدام خسارات و آسیب بر اثر این آفت طبیعی خبرها به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. اکثر زمین لرزه ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند، ولی زمین لرزه اسمه پر خسارات شب 23 مارس سال 2023 در کوهستان مشچا و رشت رخ داد. بر اثر این آفت طبیعی که مرکزش در اطراف دهه پلدارک ناحیه کوهستان مشچا بود، در مجموع 368 خانه از جمله در ناحیه کوهستان مشچا 318 خانه، در ناحیه اشت 32 خانه و در ناحیه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند.